این نورسان غالبان دوری اولی آزمون جمهوری شاهنامه‌خوانی از دهات میرعلی‌آباد ناحیه واسه برای اشتراک در دور نهایی آزمون طبق دستور نظامنامه آن با تیاری خوب آمدند و مقصد دارند در این آزمون شرکت ورزیده از داستان‌های شاهنامه دانش، مهارت و صنعت سخنگویی خود را سنجند و به دوری نوبتی راحت پیدا نمایند. من به همه همسالان و به همه هموطنان گفتنیم که از همین شاهنامه خوانند و از تاریخ گذشتگان خود با خبر شوند. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. برون برتری بر بباید گیری سپهری بلند ارکشد زین تو. در دور نهایی آزمون شاهنامه‌خوانی که در دهه گذشته دایر گردید از 13 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی این دهات غالبان دور اول آزمون اشتراک نمودند. با دانش و قرائت شاهنامه‌خوان‌ها در این دهات اعضایان کمیسیون آزمون بهاگذاری نموده بهترین ها به دور ولایتی راه خط پیدا از مطالعه قرائت خوانندگان ما پی بردیم که خوانندگان نسبت به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به نهایت ذوق و هوس زیادی دارند. ببینید که از یک کودک 4 ساله تا خواننده صنف 10 امروز شاهنامه‌خوانی کردند. این گواهی آن است که همون سخنهای فردوسی که گفته بود هر آن کس که دارد هوش و رای و دین بعد از مرگ بر من کند آفرین، همین سخنها امروز عملی گشته ایستادند و خوانندگان در حق فردوسی دعای نیک میکنند که چنین اثری تا بزوار را با آنها هدیه کردند. از روی اطلاع رهبریت مؤسسه تعلیمی رقمی 25 برگزاری آزمون‌های سطح جمهوری و زیاد شدن شماره اعضایان کتابخانه‌های دهاتی مساعدت نموده است و شماره کتاب‌های کتابخانه‌ها یک چند مراتب زیاد شده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.